یکی از معجزات سر مقدس امام حسین قرآن خوندن بود. اینو همه نقل کردن، شما هم شنیدید که هر موقع بچه‌هاش داشتن دق می‌کردن تو این سفر اسارت از فشار، یه مرتبه از صدای قرآن باباشون آروم می‌گرفتن. ام حسبتم ان اصحاب الکهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. حالا تو مجلس یزید که این نانجیب با چوب داره میزنه به صورت امام حسین، بچه‌ها دارن دق می‌کنن. یکی باید تسلی بده. اینجا بود که یه معجزه دومی از سر مقدس امام حسین دیدن. وقتی سر رو تشت گذاشتن رو نیزه، یه مکاشفه بود. این هر چشمی لیاقت دیدن این صحنه رو نداشت. یه مکاشفه بود. چشمان مطهر امام حسین باز شد و شروع کرد یکی یکی بچه هاش رو دیدن. این چشم عبور کرد همینجور میچرخید میگردید. وقتی به زینب کبرا که رسید، خیره خیره موند و اشک از چشمان سید الشهدا جاری شد. عرض کردم مکاشفه بود. اشک از چشمان سید الشهدا جاری شد. یعنی زینبم، اگر شما از مدینه تا کربلا با پا دنبال من اومدید، من از کربلا تا شام با سر دنبالتون اومدم. من دیدم که شما چه کردی برای بچه های من. دیدم هر جا بچه ها تازیانه میخوردن تو خودت رو مینداختی رو بچه ها و سپر میشد. زینبم ممنونتم، بیشتر از این شرمندم نکن. ممنونتم.